درود میگویم به شما بینندگان عزیزی شبکه سفینه، چون همیشگی رسیدیم به دیدار همدیگر و این برنامه نوبتی لذیذ با جمشید است و مهمانان این روزهای برنامه ما هستند رهبر انسامبل ترانه و رقص ارمغانی فیلارمونیایی بله دولتی جمهوری تاجیکستان محترم علیشیر قنواتزاده و سرآینده این انسامبل گلپری عارفزاده. هر دو شما را خوش آمدید میگویم به استودیوی مرکزی تلویزیون سفینه و در آغاز چی گفتنی هستید؟ من شکر میکنم که امروز ما با دیداری بیننده یک بار دیگه رسیدیم. درست است. و امروز چخیلی که در صحبت‌های بعدینه با شما معلوم میشد که ما مقصد ما چی است. بله. از این رو به همه بینندگان برنامه تلویزیون سفینه درود از ما هنرمندان. سلامت باشند و بی‌صبرانه بینندگان انتظارند که امروز خب چی آماده میکنند، کدام خوراک رو آماده میکنند خب علیشیر قنواتزاده و گلپری. بهترش خودتون گویید که امروز کدام خوراک رو آماده میکنیم. من فکر میکنم بعضی شما پای برده اید ولی همتون نه. چی آماده میکنیم امروز؟ من امروز نیت دارم که برای شما یک آش با سبزی زرد. بله. برای چی با سبزی زرد؟ راست گپ در مردم وادی زرافشان یک رسمی است که آش با سبزی زرد میکنه. بله. و من همین میخوام که بهر شما یعنی شما امروز با همراه گلپری یک آش پلاوی بسیار بولذت آماده میکنید و من فکر میکنم که آماده کردن این خوراک خب یک وقتی مخصوص رو میگیرد، یک وقتی معین رو میگیرد و این آش خیلی بولذت خواهد آمد. خورشا را البته گلپری آماده یعنی الکای تقسیم از وظیفه ها. بله. آش رو آماده میکند علیشیر، خورش رو آماده میکند گلپری. خیلی عالی. بینندگان عزیز، بعد از یک لحظه برمیگردیم و آغاز میگردد همون پروسس آماده کردن آش مخصوص، آش پلاوی مخصوص رو آماده میکند علیشیر قنواتزاده و خورشش رو باشد گلپری. ما را همراه باشید. بعد از چند لحظه برمیگردیم. این برنامه لذیذ با جمشید است. بلند باید باشد یا پست؟ بله بلند. بلندتر باشد. بلندتر باشد. خب این رو میگذاریم. خب کمک گرم می شود. سرپوش رو اینجا بمونیم. خب از چی شروع میکنیم؟ سر اول باید که ما روغن را برای کمک گرم میشد بعدا میاندازیم. خب برای شما هست اینجا برای گلپری در اینجا مخصوص اینجا هست. خب کارت ها رو من ما میتوانیم که میدیم. مرحمت. خب من میگذارم با جای خود بیننده عزیز و امروز تو اندازه دوستان من کمک چی میگویند آزادتر هستم و وظیفه من فقط سوال دادن و صحبت کردن است. زیرا امروز اکنون گلپری و علیشیر آماده میکنند خوراک و خورش رو و سوال ها رو ادامه میدیم. این شب روز علیشیر با چی کار مشغول است؟ انسامبل با چی کارها مشغول هستند؟ از پای ایجاد تازه هستند؟ چگونه هستند؟ فعالیت عین حال در انسامبل ترانه و رقص ارغوان چگونه است؟ شکر خدا که امروز ها انسامبل ما مثل دیگر هنرمندان در تکاپوی ایجادی است. یعنی که خیلی که میگن هنرمند کولواری بارش رو از زندگی، از همون زندگی محیطی که امروز هست پر میکنه. یعنی که ما امروز پیوسته از پس ایجاد هستیم. با دیگر میگیم دوستان عزیز، اون افرانی که نوکک به شبکه سفینه پیوستند، خاطررسان میکنیم که شما برنامه لذیذ با جمشید رو تماشا دارید. امروز گلپری و علیشیر مهمون امروزای ما هستند. خب مرحمت. ما اول روغن از روغن رو میاندازیم. بله. ولی در اینجا روغن نمیفراید با آن خاطر که چیکار میکنیم اینجا این رو میگیریم و این معنی اون رو دارد که علیشیر خیلی حق شده است که با پخت و پز مشغول نیست و البته شوخی میکنم. برای هر یک مرد 40 هنر کم است گفتند و من فکر میکنم که در برابر زنهای تاجیک، مادران تاجیک، کردانهای تاجیک، مردان تاجیک نیز از عهده همه کارهایی که بر ذمه‌شان هستند میبرند. پخت و پز
این باز یک کسب دیگر است. شما یک اسلوب خاص خود را دارید، یک سبک خاص خود را دارید در همین جوده سرایندگی. کمک قصه می‌کردید که چگونه برای شما میسر شد، از کدام سالها شروع شد، از کدام دوره شروع شد میل و رغبت شما نسبت سرایندگی و سرودخوانی؟ من شکر از آن میکنم که زادمندان من همه اهل هنر بودند و هستند. البته این محیط هر یک هنرمند بی‌طرف نمیمونه. چخیلی که میگن برای هنرمند بودن همگی یک فایز خداداد باشد و دیگر همش از مهنت است و محیط است، زحمت است. برای من از این محیط بی بهره نماندم. البته چون پدرم نوازنده خیلی ماهر بودن که در همون دیها تمام همون معرکه آرا بودن، تنبور نواز بودن و برادرانم نیز یکی ازشان خطکاری دانشگاه هنرهای زیبایی و این محیط که من خورده که بودم با گفتی بعضی ها ارکی همه خاندان بودن. برای من همه اسباب و همه محیط برای من مهیا بود. برای من از این محیط بی بهره نماندم. قدم های نخستین من همون محیط عائله بود. خیلی عالی، خیلی عالی. و علاقه شرایط مهیا بود، علاقه تمامی اسباب ها بود. بله بله، برای هنرمند شدن همین چیزش کافی بود که پدیده‌های اولی همین هنرمندی به دل من راه یابند. خیلی عالی. خب چیکار میکنیم؟ من با شما کمک میکنم. شما فقط گوید. خب حاضر همین گوشت رو میگیریم به طبقه مخصوص. خب نمک خب کلانتر باشد یا معده چگونه باشد؟ کلانتر باشد خوب. کلانتر باشد. کلانتر باشد خوبتر است. خب مسئله پخت و پز چگونه است؟ مثلا در یک ماه چند مرتبه شما با خودتون اجازه میدید که در خانه یگون این راست گپ همین نوبتی همین عشق شد. من خودم از عائلم خواهش میکنم که دخترم که من باید عاشق خودم آماده کنم. خودتون آماده. حتی فرزندان میگن که عاشق شما آماده میکنید از مادرم تا من فرق دارد. یعنی فرق دارد گفته گپشون این معنی اون رو دارد که بولذت تر است. بولذت شاید که مرد همین موادی و دریغ نمیدارد بسیارتر خوب میاندازد. می شاید مادر میخواد ذخیره کند برای ویش که شاید همین صبح درست است. همین صبح بلازت باشد شاید. بله. لیکن در اصل گیریم واقعا هم خوراکی که مرد میپزد در برابر زن ها بسیار بولذت است. بسیار بولذت است. خیلی بولذت است. بله. اکنون چیکار میکنیم؟ گوشت رو نمک میکنیم. نمک میکنیم. بله. بغیر از مثلا اوش پلو کدام خوراکو است؟ من راست گپ در روی خط خوراکایی که علیشیر خانوات زاده آماده میکنه. من بغیر از منتو دیگه تمام خوراک آماده کردم میتوانم. بهتر. این هنر از کی شما آشنا شدید و با قبل کمک کسبی شدید؟ یعنی آماده کردن راست گپ دوره دانشجویی در خوابگاه زندگانی میکردیم. خاطرم است که اولین عاشق خودم کردم. میدونستم که با همین طرز عجیب باشه میگه چنان با مزه اومد که شاید دوره سنتی دوره دانشجویی همه خوراک‌ها با مزه باشد. با یک رفیق ما خوردیم همین آغاز شد الکل. و چون من پیش از دانشجو بودم 2 سال در صف قوای مسلح سابق شوروی در شرق دور خدمت کردم. خیلی عالی. شاید این هم تجربه باشد چون که خدمت حرمه مرد را پررا میکنه. بله مکمل میگردم. پررا میکنه مکمل میکنه. شاید همین تاثیری همین هم بود. خیلی خوب. خب گلپری، خب فعالیت شما چگونه شد؟ قدم های شما در جوده صنعت، در جوده سرایندگی چگونه خب به عمل آمد؟ کی و چی سبب شد؟ چگونه بود؟ من راستی از سالهای مکتبی از خوردی من برای سراینده شدم بسیار حواس داشتم. آرزو میکردم که طریق تلویزیون، طریق رادیو میشنیدم، تماشا میکردم حافظان تاجیکستانی عزیز خودمان را بیرون از تاجیکستان. به خود یک آرزو میکردم که شاید که روز شاید که من هم مثل همینها
روی صحنه برای ما یک یعنی سرای حواس میشه. می‌کردن. حواس و می‌کردن. از بس که روغنی من تیار شد خب من ببخشید من اول پیاز نمی اندازم هر کس یعنی این یعنی وای خودش هر کن من اول گوشت رو آماده میکنم میگیرم بعد بعداً. پیاز خیلی عالی شما صحبت دوم میتونید دوم کنید حالا ببینید که صدا بلند میشد خب بالاخره یعنی همون حواس‌های پای در پای شما رو به دوده صنعت آورد و موفق شدید کمی هم باشد. خیلی عالی خیلی عالی. خب فعالیت در انسامبل چی است فعالیت در انسامبل عین حال خوب است. کار خود را ادامه داشتیم. سرودهای نو به نو برای استقلالیت تاجیکستانمون، برای وحدت ملی، برای همه جشن‌هایی که هست در تاجیکستان خودمون تیاری آمادگی هست. خیلی عالی خیلی عالی خب دوستان عزیز اون نفرانی که نوکک با شبکه ما پیوستن بار دیگر میگویم که شما برنامه لذیذ با جمشید رو تماشا دارید و امروز علیشیر قنواتزاده آماده میکند آش به طور مخصوص آش پلو و گلپری باشد همین خورش این آش رو آماده کرده ایستادند الکی کار ادامه مییابد و تا این دم چیکار کردند گلپری الکی کرم رو مایده ریزه کردند و علیشیر بعد از اونی که روغن رو به دیگ انداختن کمک تصفید و گوشت رو انداختن فرزندان چگونه هستند مثلا نگاه فرزندان نسبت صنعت سرایندگی شوق و رغبتشون چگونه هستند من شکر میگم همه فرزندان من از صنعت باخبرند خب. ولی عجیبش اینه که تا حال یگان تش به همین راه نرفتند شاید که روند کردیوش چون که همش کسب دکتریا گرفتن و کسب آموزگاری و ویو لیکن در دلشون صنعت هست یعنی برای هنرمند شدن دارند بله چون البته اینجا برای گینی است که باید که از ارثیات است که باید که از پدر و مادر از والدین فرزندان بله گذرند خیلی عالی سرودی آخرینی که شما ایجاد کردید آخرین سرود کدام است آیا ثبت شده است و پیشکشی خب مخلصین هواداران گردیده است یا نه شکر خدا ما یک سروده که درباره 5500 سالگی شهر باسانی سرز ایجاد کردم همراه انسامبل و تمرینش همه تمام شد روز که به حال مالو یگانجا پیشکش نکردم چون وضع کنونی بله به همگان معلوم این تیاری من بر جشن 5500 ساله سرز و از این بسیار سرودایی کردم که با صدای زنده با یک دو اسباب خالی پیشنهاد کردم خیلی عالی خیلی عالی و من خواهش میکنم از شما که چون گفتید که همین سرود رو الکی ایجاد کردید تیار است و تا حال پیشکش نکردید من فکر میکنم بیننده ها به صبرانه انتظارند که خب علیشیر یک زمزمه میکند 4 مصرع همین سرود رو این خاک سرز خاک اجداد ماست با طرز شهد سر می شود خب و بعد دوم ریتم و سیم ریتم دارد من همین میخواهم که هر یک هنرمند با خودش یک با گفتی روسو یک سکرت دارد کنه یک سری خود رو دارد همون روز با آمادگی با پرگی وقتی که با مردم پیشکش میکنم بگذار که همونجا بینن خیلی خوب این اختیار شماست شعر از استاد کمال نصرالله است ما در یک جایگی با مسئله یکدیگر کار کردیم آهنگ بستم و هم‌آوازی انسامبل ترانه و رقص ارغوانی فیلارمونی دولتی تاجیکستان امروز در پی ایجاد کار هستیم در پی جستجوی یک راه نوی با مردم خدمت رساندن داریم خیلی خوب خب دوستان عزیز الکی گوشت من فکر میکنم که قریب تیار شده است بریان شده است و بعد از اونی که گوشت رو میگیریم چیکار میکنیم الشیر بعد باید که پیازه خب آماده کنیم این من آماده میکنم پیازه خب اکنون میگذاریم با خب دیگ بله خب اکنون گوشت ما قریب تیار شد ما گوشت میگیریم خیلی خوب من فکر میکنم دوستان عزیز
اون نفرانی که آماده میکنند و باز یک نوع دیگر رو میآموزند و اون نفرانی که میدونند هیچ باکی نیست. اکنون گوشت رو میگیریم و اکنون پیاز گوشت رو میگیریم، مدتی یک دو دقیقه صبر میکنیم. خب با خوبتر که روغن که تصوید، خب بعدا پیاز رو میاندازیم. ما پیازه چی میکنیم؟ خب گلپری، خب خورش مثلا باز میتونیم کدام محصولات رو میتونیم کدام خب سبزیجات رو میتونیم ایلوه کنیم؟ در این خورش ما اگر ده. ترب میشد با ایلوه میکردیم باز خوبتر میشد. خوبتر میشد. خیلی کسانی خوب. که ترب ایلوه کنن باز خوبتر میشد. خوبتر یعنی میشد. بیننده عزیز موافق تب و ذوق خودتون. نه اون نفرانی که میخواهند که ترب رو باز ایلوه کنن باز لذیذتر میشد، طعمش دیگرگونه میشد. اون نفرانی که نمیخواهند هیچ باکی نیست. و خب خورشی آش پلاو هر کس هر گونه آماده میکند و امروز گلپری تصمیم گرفت که خورش رو با کبودی ها، اکنون کرم و لیمو ایلوه کند. خب من پیاز رو ایلوه میکنم. خب پیاز رو ایلوه میکنیم. راستی که بعضی‌ها پیاز ایلوه میکنن، من ایلوه میکنم تو سرخ شده نشد. یعنی که قریب که سیاه میشد من خیلی سفید نمیمونم، چون که وقتی کمتر سیاه شد رنگش دیگر رنگش هم خوبتر و چی میمونه. سراول وقتی که دیگه ما تصفیه شد، خب سراول روغن، بعد گوشت رو زیر بنده ما گرفتم کمک گریم کردیم. بله جدا علایده. بعد پیاز من باید که کمتر سرختر شود. بله خیلی سفید نماده، بعضی هم خیلی سفید میمونه، خیلی نشم. خوب هر کس وای خدا. پیاز که سرخ شد اول بعدا ما باید سبزی یاجویی کنیم، همش نه، یک قسمش میکنیم. خب و گوشت رو همراه میکنیم. بله گوشت رو همراه میکنیم و تا آماده شدین ما باید که اول برنج ما را تازه کنیم با آب خنک. مرحمت با آب خنک اینا گلپری علکی گلپری یاردم میکند. با آب میشوید. خنک باید که ما شویم تازه کنیم. شویم مانیم تا آدمی که وقتی که ما زیربه که انداختیم همراه بعد آبی جوش کتی کمتر میمانیم چی میشه؟ دم میگیره کمک. دم میگیره. خیلی خوب. بیاید از یک نفر بسیار مقدس صحبت میکنیم. مرحمت. از مادر شما صحبت میکنیم که خب واقعا هم هر وقتی که ما میبینیم خب انم در صحیفه های اجتماعی باشد بیشتر خب از مادرتون یادآوری میکنید و هر وقتی که مثلا با دیدار مادر میروید به دهه حتما که دوستان نزدیکان واقف میشوند. نقش مادر در تربیه و در انمین به کمال رسیدن علیشیر قنوات زاده چگونه بود؟ چون از مادر یادآوری کردید، بهترین و آخرین تحفه آسمان این مادر است. من شکر خداوند میکنم که امسال مادری من 5 مارس و سن مبارکی 100 سالگی رسیدن. سلامت باشم. و از این 100 شکر میکنم، شبا با خودم 100 شکر میکنم که این دولت من، این دولت و همه مهنت و هنری من این مادری من است. درسته. زیرا که هنرمند اولین سروده از الله‌های مادر بله. به خود میگیرد. من شکر میکنم. راست گپ همین رفته بودم ماه رمضان، یک چند روز پیش نزد مادر رفتم. مادر من خیلی شکر خداوند حالی بقوت بردم هستن، خودشون میدارن، چون میدونن که من آشی و ماچ میگن ما از خمیر تیار میشه. میدونم. نقض میبینن خودشون آماده کردن. حتی من همینه بنوار گرفتم که چی کنم. چگونه آماده میکنم. بله. راستی گپ وقتی که از دست مادر خوراک میخورید، بهترین خوراک، لذیذترین خوراک، از این زیاد حتی در طربخانه‌های بهترین دنیا خوردن نمیتونه. درست من است. صد شکر میکنم که مادر دارم، صد شکر میکنم که من منبع الهام من این مادر است. واقعا هم میگن که تا اون دمی که بیننده عزیز مادر در قید حیات هستند، فرزند اون نفر تا همان دم کودک است
فرق ندارد در چند ساله باشد. بله بله بله. واقعا هم وقتی که نوازش میکند مادر، وقتی که خب عموما در همین نزد مادر، در بالین مادر شخص خود را بسیار راحت احساس میکند. واقعا هم عمر زیاد داشته باشند، سالم و بردم باشند مادری عزیز. مادران تمام تاجیکستان، مادران تمام دنیا دائما سلامت باشند، خوشبخت ما باشند. تیار شوند. خیلی خوب. تیار شد الکه؟ بله اکنون خب سبزی رو میاندازیم یک قسمتش رو ها؟ یک پیاز یک طرف میکنیم. خب خیلی عالی، خیلی عالی. و دوستان هر یکی ما آش پلاو رو استعمال کردیم، یک چند نوعش رو، و من فکر میکنم که آش پلاو یکی از خوراک‌های اساسی ملت تاجیک است، یکی از خوراک‌های بسیار لذیذ است. در تمام جشن و معرکه ها، در توی خب این رو وقتی که سبزی رو انداختیم خب حتما گوشت رو علاوه میکنیم. خیلی خوب. وقتی که علیشیر میخواد گپ زند فرقی ندارد، برای وی حتما که باید فکر را بیان کنید. این خوب است، خیلی خوب است، خیلی عالی است و عینی مدعو است. برای همین میگیم که آش پلاو من باوری کامل دارم که از 100% همین طور است. اگر من خطا کنم شما اصلاح کنید. از همین 100% مردم تاجیک باوری کامل دارم که 85% مردمی ما آش پلاو رو دوست می‌دارد، خوراک دوست داشته است. شاید 90% باشد. شاید. شخصا من اگر در یک هفته در خانم اگر 3 بار آش نخورم که همین خوراک میخورم، برای تو همین آش نخورم گویا که من خوراک خوردگی نیستم. برای آش خیلی البته خوراک خوب، یک طعم ملی است. بله. اگر در آشخانه 15 مرد که باشد، اگر یک بانو باشد، کاری هم 15 مرد رو میکند. این بی‌شبهه از مهارت ملکه مادران عزیز گواهی میده. دوستان عزیز، آن نفرانی که نوکک به شبکه سفینه پیوستن، بار دیگر میگویم که شما برنامه لذیذ با جمشید را تماشا دارید و مهمانان نوبتی امروزه و مهمانان نوبتی برنامه لذیذ با جمشید هستند علیشیر خانوارزاده و گلپری عارف زاده. بار دیگر خوش آمدید میگویم و الکی بینید که تا یک اندازه الکی خورش آماده شده است. که باقی مانده سبزی رو علاوه میکنیم و اکنون آب خنک باید که آب خنک اندازیم. تنها با آب خنک اکنون چی میکنیم تا که یک قدر جوشه. خیلی عالی. آشخانه ما رو یک بوی بسیار هم با مزه، بوی لذیذ فرا گرفته است. من باوری کامل دارم که خب این بسیار خوراکی با لذت میآید با همین خورش ها. فقط ما گوشت رو نمک کردیم خلاص ها؟ بله، حالی نمک علاوه میکنیم، هم بعدا علاوه میکنیم، هم حاضر علاوه میکنیم، هم با بعدا. خیلی خوب. اینا که کردیم تا جوشیده نشه. بلند است الکی؟ بله. خب خب گلپری، کدام خوراک رو شما بیشتر آماده میکنید در خونه غیر از مثلا آش پلاو؟ همه نمودی خوراک رو آماده میکنید برای فرزندان و من فکر میکنم که خب وقتی که خوراک رو مادر میپزد آماده میکند، بی‌شبهه فرزندان خب بیشتر انمون خوراک مادر رو انتظار میشن. واقعا هم. خب چیکار میکنیم اکنون؟ حاضر نمک علاوه کردیم. خب من هم زیره علاوه میکنم، هم کمک بسیار برای که مزهش برآمدن. و یک راستیگه یک سری دیگر رو دارم. شاید این مردم در حیرت میمون که چرا این طرز میکنن. من یا که همین مقدار نواد میاندازم، خیلی عالی، یا که 4 تا قندی سفید است که کلولکان میاندازم. از بس که نواد است یک دیگه من علاوه میکنم. شاید مردم گمان کنند شاید برای چی باشد. آشی مخصوصی علیشیر که چگونه میکند این سری خودش است، ولی سر رو در همه فاش کرد که نباید میاندازد. سری چای گفتم. بعضی آشپزها نمیگویند. بله.
دوستان عزیز بعد از اونی که خوک‌های خوشبو کننده رو نمک رو ایلوه کردند علیشیر و در دستش میبینم که لیمو است. بله بله. لیمو رو میاندازیم. بله لیمون رو یک بار دیگه میشوییم. خب و پیش از موندن با ویلکا خب با شوخینچه چند با سوراخ میکنیم. سوراخ میکنیم که چون که باید که شهد و لذتش باید در همون زیر بار. خیلی خوب. حالا موندیم باید که 10-15 دقیقه حتما جوش شد. خیلی خوب دوستان عزیز بعد از یک لحظه برمیگردیم تا اونجایی که همین زیربک میجوشد. ما رو همراه باشید. این برنامه لذیذ با جمشید است از شبکه سفینه. تشکر که با ما هستید تا این دم و الکی من فکر میکنم که همون 10-15 دقیقه که گفتیم باید که پوره جوشد. محصولات ها پوره جوشیده است و چیکار میکنیم اکنون؟ وقتی اون رسیده است که محصولات اساسی بله محصولات اساسی برنج رو که در آب گرم تر کرده بدیم. خب شاید که یک بار چقه میکنیم و ایلوه کرد. مرحمت. برنج ایلوه میکنیم برنج رو. موافقه که 1 سانتی متر از برنج بالا باشه. اگر برنج آب بردار باشه بسیارتر چی میکنیم؟ اگر کم بردار باشه خیلی خوب. باز کمتر نمک ایلوه میکنیم. در آخر باز کمک نمک ایلوه میکنیم. بله درست است. انشاءالله شور نباید بیاید. بله اکنون خیلی خوب. کم تر دیگه آب ایواز میکنیم. ایلوه میکنیم کمک. بله. چون برنج آب بردار است. خب اکنون تا برنج تا آب رو جابیده گرفتنش ما میجوشونیم. در ایجادیات شما یک قسمت معین رو همین سرودهای خب چی میگویند بدیهه یعنی دویت اشغال میکنند. خب چگونه است و کمک میگفتید که مثلا این فکر از کجا پیدا شد که بیشتر مثلا دویت هایی که شما با همراهی مثلا گلپری و دیگران رو ایجاد میکنید و میسرایید بسیار موفق میشوند؟ چون دیتخوانی یک سنت عجیب به خود دقت جلب کننده است. راست که وقتی که گلپری سال 2004 خاطرم است 2004 بود آمد به فیلارمونیا. در اولین کنسرت من یک سرود با نام گلپری بود. نام سرود گلپری بود که با همین سرود گلپری صحنه با آمد. بله. و از همون سال اینجانب من قریب یک 20 آماده کردم. حتی با زبان هندی آماده کردیم، با زبان عربی آماده کردیم، حال ثبت نشده است و قزاقی انشالله و چند نمود که هست شاید که این باید که مخلصان باید شاید در یک درجه به همین ژانر ما موفق شده. خب هست حاضر یگون همین دویتی که کمک زمزمه کنید یک 4 مصرعش رو با همراهی گلپری. میدونم معلم رود یک جا برآمد میکند، لیک دارد باید یک جا لیک سخوند. من همین سوالی شما من پیش آموندم حس کردم که حتما همین سوالا میشود. بله. و یک بدیهه آوردم حال هیچ که گوش نکرده است. شعر از ابراهیم میر محمد زاده
ولی در ورق است. من میدونستم که شما همین سوال با من میتید، همین من آوردم. خیلی عالی باشه. اگر هنگوید 4 مصرعی همین یک جای همراه گلپری بخونیم. خیلی خوب. من فکر میکنم که در نزد دک این را سراییدن با سرودی نو است. من فکر میکنم آش بسیار عالی میشه. یکم بار البته بینندگان تلویزیون سفینه میبینند. بله. مرحبا. بنده من بنده آن قاش چشمانی شما، عاشقم عاشق برای ماه تابانی شما. بنده من بنده آن قاش چشمانی شما، عاشقم عاشق برای ماه تابانی شما. ای که ترحم میکنین بر جان من ای جان من، تا ابد باشم الهی من به فرمان شما. ای تا ابد باشم الهی من به فرمان شما. آفرین آفرین، واقعا هم خیلی خوب، خیلی انامین جذاب و دلکش با مانند دیگر انامین دوئتوی شما. تشکر ایزاد، خیلی عالی. اکنون که چون دیدید خوبش رو بدین جبهه گیرید. خیر. اکنون دم میپرتیم، یعنی که جمع کرده خب جمع میکنیم و دم میپرتیم. دم خب در میپرتیم. آماده کردن اوشی پلاو، خب انامین دم پرتوی یکی از بسیار چیزی قسمت های اساسی اش است. بله زیره ایلوه میکنیم. باز ایلوه میکنیم بله. کمکک. مایده میکنیم که تو که لذتش بیشتر برایت. بیشتر برآید. خیلی خوب. و سرش دم میپرتیم مدتی چند دقیقه؟ مدتی 15-20 منوت انشالله باید تور شود. یعنی 15-20 دقیقه دم میخورد و آماده میشد. بله بله. خیلی خوب. دوستان عزیز گفتم که 15-20 دقیقه دم میخورد و بعد از چند لحظه برمیگردیم یک وقفه خیلی کوتاه و میبینید که الکی اوشی پلاوی ما آماده شده است. ما را همراه باشید. بالاخره آماده شد اوشی پلاوی که خب علیشیر قناعت‌زاده آماده کردند. الکی خب خورش گلپری آماده است و چیکار میکنیم اکنون؟ اکنون لحظه‌های بسیار هم حساس و حساس بلگن میبرداریم. بله این اول میکشیم. خاموش میکنیم. خاموش میکنیم. خب الکی خاموش. خیر 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 و بینید که چگونه از دوستان واقعا هم خیر. یک دوستانی عزیز بسیار عالی. اکنون بینید که چگونه اوش یک نمای خیلی اشتیاور به خود کسب کرده است و بعد از یک لحظه میچشیم همراهی اپای گلپری و برادرمون علیشیر قناعت‌زاده و میگوییم که چگونه لذت دارد. بعد از یک لحظه ما را همراه باشید. دوستان عزیز لحظه فرا رسیده است که آش آماده کرده علیشیر قناعت‌زاده رو با خورش آماده کرده گلپری عارف‌زاده چیکار کنیم؟ چشم. مرحمت. مهمانان عزیز با اشتیاق باشید. گیرید. مرحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون میچشیم میبینیم که چگونه لذت دارد. واقعا هم رنگ و نمایش رو بینید. هر یکی ما اوش پلاو رو بارها چشیده ایم استعمال کرده ایم ولی
اوشه که امروز علیشیر قنواتزاده آماده کردند با خورشی که گلپری آماده کردند یک طعم و مزه غیر عادی دارد و طعمی که شما همون نبات رو انداختید باور کنید عموما یک مزه بسیار خوب لذیذ رو کسب کرده است. باور کنید با کلی فرق دارد و بسیار لذیذ و بامزه است. من از شما بسیار سپاس میکنم. برای آماده کردن یک خورش همچنین کمک رسانیدن و باوری کامل دارم که شما رو دیده الکی بیننده ها زودکک میپردازم با آماده کردن همین خوراک و در آخر چی گفتنی هستید؟ با بیننده های عزیز برای مخلصان خودتان با اون نفرانی که سرودهای شما ایجادیات شما رو پیگیری میکنند و شما رو خیلی دوست میدارند. دوستان عزیز به همه مخلصانم به همه کلی مردمی تاجیکستان گفتنیم که خدای خداوند همین صلاح ما را هرگز از سر ما دور نکند. بله. سیری و پوری باشد، تنجی و امانی باشد و هم وقت هنرمندا در خدمت شما باشند. سلامت باشند. شما چی گفتنی هستید؟ با کلی تماشابینان تلویزیونی سفینه گفتنی هم که اولا تنی صحت، خاطر جمع، دسترخوانی پر از ناز و نعمت همه وقت در خانه‌شان داشته باشند. سلامت باشید. من در نوبت خود از نام گروه ایجادی برنامه لذیذ با جمشید به شما پیش از همه سلامتی، بعداً در کارهای ایجادیتون موفقیت، پیشروی تمنا دارم و من باوری کامل دارم که باز بارها دعوت میکنیم شما شونین خوراکای لذیذ رو آماده میکنید با همراهی گلپری. سلامت باشید. تشکر با شما که در این روزها هنرمندا یاد میکنید و با واسطه شما و با واسطه تلویزیون شما ما باز با مخلصان خود روبرو میشویم. سلامت باشید. تشکر با شما. سلامت باشید. بیننده عزیز، اینجا باشد برنامه نوبتی لذیذ با جمشید با آخر میرسد. گفتیم که میمونان برنامه ما بودند علیشیر قنواتزاده و گلپری عریفزاده، هنرمندان انسامبل ترانه و رقص از فیلارمونیای دولتی جمهوری تاجیکستان و من باوری کامل دارم که شما همیشه غذاهای بسیار لذیذ را آماده میکنید، خوراکهای ملی را و همیشه خودتون را سالم نگاه میدارید. خود و نزدیکانتون را همیشه احتیاط کنید. تا دیدار نوبتی سلامت باشید. خیر دوستان.